در ژوئن 1947 چندین ایستگاه رادیویی در نزدیکی اندونزی پیامی دریافت کردند که خون را در رگ‌ها منجمد می‌کرد. صدایی لرزان که فقط چند جمله گفت. تمام افسران و کاپیتان مردند. احتمالاً همه مردند. و بعد آخرین جمله: من میمیرم. وقتی تیم امداد به کشتی اورانگ مدان رسید، با صحنه‌ای روبرو شد که هیچ منطقی آن را نمیپذیرفت. تمام خدمه مرده بودند. جسدها در سراسر عرشه و پل فرماندهی پراکنده بودند. هیچ اثری از جراحت، خونریزی یا درگیری وجود نداشت. اما همه آنها یک ویژگی مشترک داشتند. چشمانشان تا حدقه باز بود. دستانشان به سمت چیزی نامرئی در هوا دراز شده بود و چهره‌هایشان در حالتی از وحشت مطلق قفل شده بود. انگار در لحظه مرگ با چیزی روبرو شده بودند که قلبشان را از ترس از کار انداخته بود. حتی سگ کشتی هم در حالی که دندانهایش را برای تهدیدی نامرئی نشان میداد، در همان حالت خشک شده بود. امدادگران متوجه سرمای غیر طبیعی در بخش‌های پایینی کشتی شدند، در حالی که دمای بیرون بالای 40 درجه بود. قبل از اینکه آنها بتوانند تحقیقات بیشتری انجام دهند، ناگهان آتش‌سوزی مرموزی در انبار کشتی شروع شد. تیم امداد به سرعت کشتی را ترک کرد و دقایقی بعد اورانگ مدان با تمام اسرارش منفجر شد و به قعر اقیانوس رفت. دولت‌ها هرگز وجود چنین کشتی را رسما تایید نکردند و نام آن از تمام لیست‌های دریانوردی حذف شد. رازی که در اعماق آب دفن شد. آن مردان در آخرین لحظه زندگی خود چه چیزی را در میان مه دیدند که چشمانشان هرگز بسته نشد.